امشب براتون یه ویدیو وردم ولی حجم گوخوریشون زیاده. تیکه تیکه براتون میذارم ولی نگاه کنین، خیلی مهمه. ببین تو در زندگیت یه مسترا درست کردی؟ ببین من کارم اصلا مستراب درست کن نبود، ولی آدم مستراب مثل خودت زیاد تو زندگیم دیدم. از آیفون سنگین‌تر چیزی برداشتی تا حالا که به این راحتی میگی درستش میکنی؟ چیو درستش میکنی؟ توی سن 16 سالگی با 55 کیلو وزن 140 کیلو زدم که مقام دوم استانی گرفتم در ایران. توی آلمان سال 2022 فیزیک کلاسیک شرکت کردم که مقام چهارم گرفتم داخل آلمان. آیا معنی نیروگاه میدونی یعنی چی؟ نیروگاه اسمش روشه، جایی که نیرو تولید میشه. ولی تو میدونی زن حامله‌ای که توی خیابون اومده بود تیر خلاص بزنن یعنی چی؟ میدونی اونایی که تیر خورده بودن، رد چاچمه خورده بودن، رفته بودن بیمارستان، توی بیمارستان با حال وخیمشون بهشون تیر خلاص دادن یعنی چی؟ میدونی 40,000 نفر جاویدنام شدن یعنی چی؟ میدونی پدر مادر داغدار شد یعنی چی؟ میدونی پرستارایی که مراقبت کردن از بیمارا کشتنشون تیر خلاص بهشون زدن یعنی چی؟ میدونی فقر و فحشا چیه؟ بی‌ناموس میدونی اینا چیه؟ فولاد میدونی یعنی چی؟ آخه توف تو کس مادرت. آدمی هست که دیگه ندونه فولاد چیه؟ کیر تو شرفت. چرا فکر میکنی از آدما بیشتر بلدی؟ چرا نشستی پشت صندلی یه جور فیس گرفتی فکر میکنی مثلا تو همه چی میدونی؟ بقیه که همه اورا هیچی نمیدونن. لاشی کیون. اون پلو میفهمی یعنی چی؟ آره کسکش، پل میدونیم چیه، جایی که ماشین روش رد میشه. ولی اگه منظورت اون پله که اسرائیل و آمریکا زدنش، اون پلی بود که جمهوری اسلامی مهماتش رو با ماشین از رو اون پل رد میشدن. اون پلی نبود که مردم بیان با ماشین عادی از روش رد بشن. و کسکشای بی‌ناموس که رفته بودید ویدیو درست کرده بودید که آره 13 بدر مردم زیرش نشستن. آخه کدوم کسکش مادر جنده میره زیر پل میشینه توی 13 بدر؟ من میگم تو خانواده بحث پیش کسی نباید تو خانواده من دخالت. مجید با تو یه دفعه یه بحث شدید بکنم و اصلا قبول نشدم. بیام بیرون کسی بگه مجید باشه. شما نه خانواده ما این نه دوست ما این. بعد کسکش مادر جنده اگه بحث داخلی میشه بعد چرا رفتین اشتی شبیال آوردین؟ بعد چرا رفتین فاطمیون آوردین؟ بعد چرا رفتین اون یکی کسکشا رو آوردین؟ مگه جنگ اولا که هوا نیست و روی زمین؟ ها چی هم با اسلحه روی زمین دارن جولان میدن وسط خیابونا؟ حرومزادای مادر جنده دروغگو. میگم شما ولی قرار نشد بشینی اون ور دنیا بگی لنگشون. کجایی؟ پاشو برگرد یه دقیقه بیا اینجا با من زندگی کن. کسکشای مادر جنه کی اون نشستی اونور دنیا میگه لنگش کن؟ من کسکش که تا 20 سالگیش اونجا بودم، 22 سالگی اونجا بودم، زندگی میکردم، زندگیمو داشتم میکردم، بقیه هم داشتن زندگیشو میکردم. شما کسکشای مادر جنه گرونی آوردید، بدبختی آوردید، فقر و فحشا و کثافت آوردید که مجبور کردیم ما برای ادامه زندگیم که یک نفر حداقل کمک خانواده باشه بیاد اینجا. کسکشا شما دستتون به ما نمیرسه، بگه اگه میتونستین اینجا هم میتونستین ما رو ترور میکردین. حرومزادای کسکش. من استوری بذارم آقایان ایکس ایگرگ فلان دلار بریزیم. همین الان دلار بریزیم برای بچه پارتیایی که میگین نرن سر کار، برای بچهای صحنه میکنین؟ نه نمیکنین. آخه مادر جنده خارکسته من برای چی بیام برای یه تئاتری پول بریزم بهش بگم نره سر کار؟ ما داریم کشورمون داریم پس میگیریم. کسکش برایش من یکی دارم پس خانواده‌ام بر بیام کلا میندازم بالا، خودم هزار تا مشکل دارم، خانواده‌ام هزار تا مشکل داره. اون کسکش مادر جنده ای که تو میگی براش پول بریزن، خود کسکش چرا کم سنفیت براش پول نمیریزی؟ بی‌ناموس حرومزاده کسکش نشستین بالا میگی لنگش کو. ببین نمیدونستن که این اتفاق میفته. فکرشون دو تا اتفاقا خیلی هم خوب میدونستیم قراره چه اتفاقی بیفته. حرومزاده کسکش. و این نمیرسیم شما بی‌ناموسای مادر جنده دیگه به بچه و زن حامله و پرستار و پیر و بزرگ و کوچیک رحم نمیکنید. 40,000 تا رو کشتید، 200,000 نفر رو کور کردید، هنوزم دارین اعدام میکنید با اذان صبح. کیر تو لنگ اول تا آخرتون. چقدر شما دروغ میگید. علنی کسکش دیگه، شما علنی مادر جنده های دروغگویید. کسکشای بیشرف جمع کنید بابا، جمع کنید بابا، بستتونه. چرا اینقدر دروغ میگید؟ کسکش مردم شما رو دنبال کردن، مردم فیلم های شما رو نگاه کردن. چقدر بی حیایی، چقدر بی شرفی. یک، نمیدونستن که این به ویرانی ایران میرسه. آخه چقدر یه مرد و زن میتونه اینقدر بی‌ناموس کسکش باشه که به ما بگه ما ایران ویران کردیم؟ به یه آخوندهای مادر جنده خارکسته که ریدن تو کشور، پول نفت ما رو میدن به غزه و لبنان، کارا رو گرفتن، فقط یه عده پولدار شدن، بقیه همه فقیر شدن، مجبورن وسیله خونه‌شون رو بفروشن تا بتونن یه غذای آب نون فقط خالی بخورن. یارو دخترش فقط بچه سال شوهر میده که یه پولی بهش بدن. دیگه نمیدونید چقدر چه بلایی دارن سرمون میارن. کسکشی شغلی نیست، هیچ خوشی نیست، هیچ تفریحی نیست، هیچی برای ما تو کشور نذاشتن. مادر جندا ما کشور رو داریم نابود میکنیم یا این حرومزاده ها؟ و دو، نمیدونستن که مردم
حقیقت براشون روشن میشه و اون وقت یقه‌شون رو میگیرن. آخه پدستک دوست، شما که دزدید، شما بیشرفید، شما حرومزادا دستتون برای مردم رو شده، شما خیلی وقت مردم دیگه شما رو شناختن. کسکش تمام این امامزادا که میان پول توش میریزن، پولاشون ور میدارین برای خودتون، کسکش هم دزدی میکنین، راند میخورین، دکل میدوزین، دیگه باید چیکار بکنید دیگه؟ آخه حرومزادا کسکشاد ایران رو به فلاکت رسونید، دستتون برای کل دنیا رو شده، نه فقط برای مردم ایران. به این کشورهایی که بمب زدین، به این کشورهایی که خیانت که، به این کشورهای قتل و غارت و تروریست، هر کسکش بازی که در آوردین از کشور جمهوری اسلامی، از جمهوری اسلامی شروع شده، نه کشور ایران. ما در جندا مردم ایران خوب شما شناختن و مطمئن باش با فراخوان شاهزاده این دفعه دیگه این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. مادرتونم میگایم حرومزاده‌های دروغگو دخالت تلویزیون میایین دروغ میگین. حساب تو هم میرسیم آقای واشقانی مادر جنده، هم اون یکی جنده، همون مهمانای مادر جنده که بازم آورد داخل برنامت. اینو نمیدونستم. میدونی جمعیت ایران چند؟ 92 میلیون. جمعیت ایران هر چی که باشه 98 99 نه 95% با ماه. ما در جندای خارکسته شما 40 شب 50 شب 60 شب اومدید تو خیابون کس که جمعیتون به 1000 نفر نرسیده. بی‌ناموسا تخت دارید اینترنت رو باز کنید تا بفهمین کی با کیه. حرومزاده‌های کسکش بی‌ناموس، از ترس کونتون اینترنت رو بستین. اینترنت رو باز کنید تا نشون تو بدن مردم کیه، کی بیشتره کی کمتره. حرومزاده‌های دروغگوی دوزاری. طرف نشسته الان پای لانچر، نمیدونه برمیگرده خونه یا نه. من از این بترسم که یه صفحه‌ای در کجا نشسته در این دنیا میخواد به من فوش بده. میای مردمتو میفروشی به تلویزیون جمهوری اسلامی. حرومزاده و واقعا حرومزاده ای تو. فدای سر ایران، نوش جونم، نوش جونت که فوش خوردی. دهنتو آب بکش جنده دوزاری. ایران مال ماه. شما کسکشای حرومزاده فعلا اونجا رو اشغال کردید و به زودی هم برمیگردیم و تمامش میکنیم. مطمئن باشید روزی که اینترنت ایران باز بشه و فراخوان شاهزاده برسه، مادر تک تکتون گایده است. جاوید شاه.